به نام خدا. سلام خدمت تمامی دوستان و هنرجویان عزیز. امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش و سلامت باشه. به ورکشاپ رایگان مدلسازی نما در نرم افزار رویت خوش اومدید. امیدوارم که بتونیم طی این ورکشاپ بریم سراغ نرم افزار رویت و یک ورکشاپ عالی و بی‌نظیر رو از مدلسازی نماهای آجوری تو نرم افزار رویت با همدیگه داشته باشیم و اونجا ببینید و بدونید که مدلسازی کردن در نرم افزار رویت که یک نرم افزار مختص رشته معماری هستش، یک نرم افزاری هستش که بیس معماری داره و برای ساختمان سازی ایجاد شده، خیلی راحت هستش و شما با تمرین کردن و کمی کرکسیون کردن با استادتون هر چیزی رو که دلتون میخواد رو به راحتی میتونید مدلسازی بکنید. فقط پیش زمینه یا میشه گفت مؤلفه اصلیش اینه که حتما آموزش صحیح و درستی رو از آموزش نرم افزار رویت داشته باشید تا بتونید هر چیزی رو که دلتون میخواد تو نرم افزار رویت مدل سازی کنید. خب بدون اینکه وقت خودمون رو تلف بکنیم میریم سراغ نرم افزار رویت. خب نرم افزار رویت خودمون رو باز میکنیم، میخوایم بریم و سراغ یک مدل سازی نمای آجوری. من از قبل بیس خاصی رو در نظر نگرفتم، یعنی اصلا الان نمیدونم قراره چه چیزی رو این ورکشاپ ذخیره بکنم، یعنی چه چیزی رو داریم ضبط میکنیم. همینجوری با شما اومدم جلوی، از یک میشه گفت یک تمپلیت، یک ذهنیت قبلی رو نداشتم. همین الان دارم با شما این ورکشاپ رو میرم جلو. یک مسئله‌ای که هست، این ورکشاپ برای کسایی که میشه گفت مقدمات رویت رو بلد هستن به درد میخوره. اگر این ذهنیت رو دارید که من صفر رویت هستم و الان شروع میکنم به دیدن این ورکشاپ، شاید یکم متوجه این قضیه نشید که من دارم چه کارهایی رو انجام میدم. شاید هم اگر متوجه شدید برید همانند میشه گفت اون آیکون هایی رو که من میزنم برید انجام بدید، ولی اینطوری آموزشتون اصلا درست نیست. شما باید اول مقدمات رویت رو به صورت کامل یاد بگیرید، اصلا بدونید نرم افزار رویت چه چیزی هستش که خیلی خیلی راحت هستش. واقعا نسبت به نرم افزار مکس خیلی نرم افزار راحتی هستش. بعد از اینکه نرم افزار رویت رو به صورت مقدماتی یاد گرفتید که میشه گفت تو 10 جلسه، تو نهایتا 18 جلسه، 15 جلسه به راحتی میتونید مقدمات نرم افزار رویت رو مثلا هر جلسه تقریبا 25 30 دقیقه به راحتی میتونید نرم افزار مقدماتیش رو یاد بگیرید و بعد بریم سراغ حرفه‌ای تر شدن، مدل سازی نما، مدل سازی داخلی. یک مدتی رو روی اینها کار بکنید و بعد از اینکه اینها رو کار کردید و تمرین کردید برید سراغ میشه گفت حجم‌های پیچیده‌تر و حجم‌های پارابیمدار که اون موقع میتونید میشه گفت نرم افزار رویت و مدل سازی نرم افزاری خودتون رو تکمیل تر بکنید. خب ببینید من اینجا اومدم یک ساختمانی رو مدل سازی کردم. این ساختمون ما میشه گفت طبقه همکف، اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و میشه گفت که جانپناه و یا پشت بام ما هستش. حالا میخوایم بریم بیس اولیش مدل سازی شده، میخوایم بریم جلوی کار خودمون رو مدل سازی کنیم. من وارد لول 2 کار خودمون میشیم. از این قسمت میتونیم دیوار خودمون رو انتخاب بکنیم یا نه بیایم این دیوار خودمون رو انتخاب بکنیم و از اینجا Create Similar رو دریافت بکنیم. Create Similar چی هستش؟ با شورتکاتی که اینجا هم نوشته شده به راحتی میتونید اون رو استفاده بکنید. Create Similar باعث میشه که اون خصوصیتی که اون دیوار شما داره ازش الگو بگیره و برای کار شما استفاده بکنه. یعنی ببینید الان اینجا ایجاد میکنم، میام اینجا، من میتونستم بیام به یک همچین نمای فلتی رو براش در نظر بگیرم. من میخوام بیام و اینجا یک سری عقب و جلوهایی رو توی بنای خودم داشته باشم. 2 متر میرم عقبتر، 1 متر میرم نزدیکتر در این حالت و به این شکل و این قسمت رو هم این شکلی میکنم. حالا میام اینجا این رو یکمی میبرم و هدایتش میکنم به این سمت. خب وارد قسمت سه‌بعدی خودمون میشیم. میبینید که این رو اومدیم و با هم دیگه مدل سازیش کردیم. حالا ما میایم اینجا میگم این قسمتی که تا انتها رفته فقط برای طبقه اول خودم میخوام، پس انتخابش میکنم و اینها رو تا طبقه اول خودم میارم پایین تر. از روی کف شروع میشه و تا زیر میشه گفت که کف طبقه بعدی امتداد پیدا میکنه. از نمای فرانس نگاه میکنم، این رو به این شکل در میارم، این یکی هم به این شکل، این هم به این شکل. حالا میتونم بیام این رو انتخابش بکنم، ازش یه دونه مچ تایپ پروپرتیز بگیرم، بگم این مثل این بشه و مثل این بشه و مثل، دوباره انتخابش میکنم این شکلی و میگم این شکلی بشه. خب الان دیدید اینجا ما اومدیم قسمت جلویی پروژه خودمون رو مدل سازی کردیم. حالا من میتونم بیام اینجا این رو انتخابش بکنم، همه این دیوارهایی که رسم کردیم رو انتخابش میکنم، میگم کپی پیست شه بره طبقه دوم کار خودمون. البته ببخشید
برمیگردم عقب، یه دونه اشتباهی شد. طبقه دوم همینی بود که رسم کردیم. مچ تایپ پروپرتیز رو میزنم و این رو هم مچ میکنم. حالا انتخاب، دستمو میذارم روی کنترل که همشون رو بتونم با همدیگه انتخابش بکنم. ببینید این رو هم میایم اینجا انتخاب، کپی پیست شه بره به طبقه سوم کار خودمون. الان که طبقه سوم اومد شاید یه سری مشکل هایی رو داشته باشه. البته ببینید اجازه بدید من این قسمت رو میارم بالاتر، اینجا تا این قسمت مچ میشه و این قسمت هم تا این قسمت. اینجا هم از بغل نگاه میکنم. همه این موارد میخوام به صورت کاملا عالی رعایت بکنم که درست انجام بشه. نمای فرانت این درست هستش. میام و میبینم که آره درست هستش همشون. آره حالا میرم سراغ طبقه سوم خودم. اینجا میام و این دیوار رو انتخابش میکنم. میگم یک میروری رو میخوام بگیرم نسبت به وسط کار ساختمون خودم، ولی نمیخواستم کپی بکنم، یعنی میخواستم این خودش قرینه بشه. میرور رو که زدیم ببینید کپی رو غیر فعال میکنم و میگم این خودش بیاد و برای کار من به این شکل در بیاد. ببینید دقیقاً به همچین شکلی. حالا دوباره میام این قسمت، این دیوارم رو انتخاب میکنم. این دیوار انتخاب، این دیوار انتخاب، این دیوار انتخاب و این دیوار هم انتخاب. طبقه دوم خودمون بود انتخاب، پیستش میکنیم به طبقه 4 و 6 پروژه خودمون. ببینید انتقالشون دادیم به اون قسمت. باز اگر نیاز بود میتونیم بیایم این قسمت. ببینید اینهایی که با هم تداخل پیدا کردن رو از اینجا هیچ موقع نذارید تو نرم افزار مدل سازیتون تداخل تو کارتون داشته باشه. اینجوری خیلی کارتون با نظم تر میشه و اصلا تداخل رو نباید تو کار خودتون داشته باشید. ببین الان کاملا اوکی شد. یه دونه میام این قسمت، البته این یه دونه میام این قسمت، از نمای فرانت دوباره نگاه میکنم، میام اینجا، میام این قسمت، یه دونه هم این به این شکل اومدیم و این قسمت رو مدل سازیش کردیم. حالا از نمای فرانت نگاه میکنم و این رو انتخاب میکنم، این قسمت دیوار خودم رو انتخاب میکنم، این دیوار انتخاب، این دیوار انتخاب و این دیوار انتخاب. حالا کپی میکنم به طبقه فکر کنم 5 بود اشتباه نکنم. بله طبقه 5 خودم این رو انتخاب میدم و این دیوارها رو هم میتونم بیایم صفحه کاری خودمون رو اصلا بریم لول 7. از نمای اس نگاه میکنم به پروژه خودم، اینجا یک لولی رو دوباره براش درست میکنم. اجازه بدید ببینیم لول هامون چند در چند هستش. 3 و 20. میام اینجا لول کاری خودم رو میزنم، این لول 7 رو پاک میکنم. اوکی اینجا. حالا میام لول خودم رو انتخاب میکنم 3/20. حالا میخوام برم به لول 7 خودم و اینجا یک دیواری رو برای پروژه خودم برای تحت عنوان جان پناه در نظر میگیرم. ببینید این شکلی شد و این رو هم میتونم تا انتها، یعنی تا این قسمت بیارم پایین تر. دیدید که اومدیم به یک همچین بیس اولیه رو برای نمای خودمون مدل سازیش کردیم. خب حالا میتونیم وارد لول 1 خودمون بشیم. یکی دوربینی رو برای پروژه خودمون تعریف بکنیم. یکی دوربینی رو برای پروژه خودم تعریف میکنم. خب دوربین گذاری، من همیشه ساختمون خودم رو باید از دید ناظر بررسی بکنم. بعد از اینکه این اوکی شد میتونیم بیایم از این قسمت شیدید رو بزنیم، سایه ها رو فعال بکنیم. ببینید الان سایه ها باعث شد که نمای من به صورت کاملا زیبا نشون داده بشه و من بتونم ببینم که چه اتفاقی داره تو نمای من میفته. میتونم وارد قسمت 3 بعدی کار خودم بشم. از نمای فرانت انتخابش میکنم، این قسمت رو تا انتها میبرم بالاتر،
اینجا رو تا انتها میبرم بالاتر، این دیوار خودم رو پاک میکنم، این رو میبرم بالاتر، این رو میبرم بالاتر و این دیوار خودمون رو که اینجا قرار دادیم رو هم دوباره میارم بالاتر. میخوام اینجا رو به صورت کاملا امتداد بدم به سمت بالاتر. یعنی ببینید 3D View 2 میخوام این حرکت رو تو ساختمون خودم داشته باشم و از طرفی هم دوباره میتونستیم این قسمت رو حذفش بکنیم یا اصلا تو کار خودمون داشته باشیم، هیچ ایرادی رو نداره. میتونیم اصلا اجازه بدید حذفش بکنم، برم ادیتش، بعدش لول 7 میرم، میام اینجا یه همچین چیزی رو براش رسم میکنم، یعنی کف خودم رو اینجوری میکنم. اوکی، انجوی elements و به این شکل. اوکی، دوباره وارد قسمت سه‌بعدی میشم. بدون اضافی کپی شده بود. حالا وارد 3D View 2 خودم میشم. میبینید به همچین شکلی اومدم و مدل سازی خودم رو انجام دادم این قسمت. خب عنصر بعدی که میخوایم بریم اضافه تر بکنیم اینه که پنجره های خودمون رو بیایم و درست یعنی طراحیش بکنیم. ببینید من میام اینجا یه پنجره رو برای این قسمت در نظر میگیرم. خب این پنجره رو میتونه یکم ارزش نسبت 1.5 ارزش اینجا بود و 1.80 هم برای ارتفاعش در نظر میگیرم. همچین شکلی این قسمت اینجا براش در نظر میگیریم، اینجا براش در نظر میگیریم، این قسمت در نظر میگیریم، اینجا براش در نظر میگیریم. دوباره میتونیم بیایم از این پنجره‌های خودمون استفاده بکنیم، برای این قسمت استفاده بکنیم، یه دونه برای این قسمت در نظر میگیرم. اینجا پنجره رو انتخاب میکنم، ادیت دوپلیکیت میگیرم، پنجره شماره دوم و یه کمی اجازه بدید ببینم میتونم این رو به 3 متر تغییر بدم. یه کوچولو میتونه کمتر باشه، 2.5. حالا از این پنجره هم میتونم بیام اینجا، پنجره شماره 2 خودم رو انتخاب میکنم، میام این قسمت. مثلا از نمای فرانت میتونیم نسبت بدیم که کاملا مشهود باشه برای ما. ببینید اینجا قرار میدم، ابتدای پنجره ها رو سعی میکنم یکی در نظر بگیرم، اینم از این، اینجا هم میدونه برای این قسمت در نظر میگیرم. برای اینکه بدونیم کاملا یکی هستش میتونیم اینجا یک همچین خطی رو در نظر بگیریم و بالای پنجره ها رو کاملا مچ بکنیم، بگیم این بیاد الان پایین تر که میخوام خط آسمونتون انگار میخوام یکی باشه. دوباره میتونم این رو بیام و برای این قسمت در نظر بگیرم. سعی میکنیم اوکابشون رو هم رعایت بکنیم که یکی به فرض در بیان. مثلا از اینجا تا اینجا 0.74 هستش دیگه، از اینجا تا اینجا 0.74. یک کوچولو میتونه بیاد پایین تر. تقریبا میشه گفت که دوباره یه خطی رو براش در نظر میگیرم که به صورت کاملا یکی باشن. این پنجره خودم رو انتخاب میکنم دیگه، وارد زیاد جزئیات نمیشم. پس هر کدوم میخوام یک قسمتی رو توضیح بدم، شما برید و خودتون تغییر بدید، یعنی خودتون مدل سازیش رو داشته باشید. من فکر میکنم که همه اینها رو انجام دادم، یعنی این قسمت های سریش و اوکابه هاش رو درست رایت کردم. وارد قسمت 3D View 2 خودمون میشیم. میبینید ما هنوز هیچ چیزی رو راجع به این مدل سازی نکردیم، ولی خب منظورم از مدل سازی چرا داریم مدل سازی میکنیم، ولی یعنی یک پوسته ای رو روی کار خودمون نیاوردیم، ولی یک نمایی برای کار ما ایجاد شده. ببینید من از سمت راست نگاه میکنم، نمای یک مدرنی رو برای کار خودمون داریم. از این قسمت میبینم نما رو برای کار خودمون داریم و این خیلی میتونه کار ما رو جذابتر بکنه. حتی میتونستیم بیایم قسمت 3D View 1 خودمون اینجا یک همچین حالتی رو هم برای پروژه خودمون در نظر بگیریم که بره بالاتر، اوکی بشه همچین حالتی، و این قسمتش رو هم اینجوری در نظر بگیریم. این رو کمی به این شکل در میارم، این رو این شکلی تر، انگار داریم ورودی خودمون رو هم تعریف میکنیم برای ساختمون خودمون. خب این هم از این قسمت.
حالا وارد تیر ویو میشیم. ببینید پروژه خودمون داره به صورت کامل از بیس اولیش تا بیس آخرش خیلی به صورت خوب داره ساخته میشه. حالا وارد قسمت کامپوننت، مدل این پلیس و جنریک مدل خودم میشم. جنریک مدل خودم رو انتخابش میکنم. میتونم بیام اینجا و صفحه کاری خودم رو قرار بدم روی این قسمت. صفحه کاری خودم رو میذارم روی این قسمت. میام و از جلوی کار خودم یک اکستروژن همچین شکلی رو برای کار خودم در نظر میگیرم. اجازه بدید صفحه کاری رو میخوام بذارم قسمت بالا، چون میخوام از بالا رسم کنم که خیلی کارم راحت تر بشه. وارد این قسمت میشیم. اینجا یک خط همچین شکلی در نظر میگیریم، 1.25 3 سانتی میایم اینجوری. حالا میایم و به صورت کامل این رو انتخابش میکنیم. کپی از اینجا برای این قسمت، دوباره کپی و حالت مولتیپلای رو فعال میکنیم که عمل کپی رو برای ما به صورت دائم داشته باشه. یک ترموی رو برای این قسمت میایم و مدل سازی میکنیم. واقعا مدل سازی کردن تو نرم افزار رویت خیلی راحت هستش و فقط کافیه یکم تمرین بکنیم. میبینید اصلا چیز سخت و پیچیده‌ای نیستش. حالا این رو میارم تا این قسمت، این رو تا این قسمت. این شکل در میارم. اوکی شو در نظر میگیرم از این قسمت و هدایتش میکنم به سمت پایین. الوارهای خودم رو به این شکل در نظر میگیرم برای پروژه خودم. وارد قسمت تیر ویو خودمون میشیم. میبینید اینجا الوارها رو برای پروژه خودمون مدل سازی کردیم. وارد دوباره سه بعدی میشیم. میایم از این قسمت این رو میتونیم انتخابش بکنیم، کپی پیست شه بره طبقه 6. طبقه 6 که اومد میتونیم بیایم طبقه 6 خودمون. طبقه 6 خودمون که دوباره اجازه بدید اینجا نمای فرانت رو در نظر میگیریم، هدایتش میکنیم به سمت پایین. اینم از این قسمت که دوباره اومدیم و برای اون قسمت الوارهای چوبیش رو در نظر گرفتیم. دوباره انتخاب میکنم، کپی ازش اینجا بر میدارم و برای این قسمت از قسمت تیر ویو هم دارم نمای خودم رو دارم میبینم که چه اتفاقی داره تو نمای من میفته. حالا دوباره میام قسمت سه بعدی این رو انتخابش میکنم، کپیش میکنم، میگم برو طبقه سوم خودم. وقتی اینجا یه کمی شاید اگر کپی رو انجام دادید عمل اشتباهی رو براتون انجام داد. وارد طبقه 3 خودم میشم. اینجا میام و این رو روتیتش میکنم و میچسبونم روی این دیوار خودم. به همچین حالتی دوباره وارد قسمت سه بعدی میشیم. این رو تا این قسمت، این رو هم دوباره ازش کپی میگیریم و دوباره وارد قسمت تیر ویو 2 خودمون میشیم. میبینید که داریم اینجا الوارها رو به صورت کامل مدل سازی میکنیم. میتونیم بیایم اینجا یک متریال چوبی رو براش در نظر بگیریم. از این قسمت appearance library رو میزنیم و از قسمت به فرض وودها، چرا من نمیبینم این رو، اینجا هستش، یک به زودی دوره اینسکیپ رو هم شروع خواهیم کرد، نرم افزار رندرینگ اینسکیپ، و شما به راحتی میتونید اونجا تمرین ببینید این قسمت چه شکلی چه زیبا اومدیم و این قسمت الوارها رو به صورت کامل برای ساختمون خودمون رو مدل سازیش کردیم. اینجا داریم دیتیل هاش رو با هم دیگه کار میکنیم. خب این از این قسمت که به صورت کامل مدل سازی شد. حالا بریم سراغ یک قسمت دیگه، یک مدل سازی دیگه. کرییت رو میزنیم، صفحه کاری خودمون رو میایم و اجازه بدید ببینیم اینجا میتونیم جام پناه‌های خودمون رو ترسیم بکنیم. میایم صفحه کاری خودمون رو میذاریم جلوی کار خودمون، یعنی جلوی نمای خودمون. از نمای فرانت و اکستروژن رو انتخابش میکنیم.
اکستروژن رو که انتخابش کردیم، یک اکستروژن همچین شکلی، یعنی پنجره رو یک همچین حالتی در نظر میگیرم براش. اوکی. بعد از اینکه این رو براش در نظر گرفتیم، از قسمت تیردی ویو هم دارم این پروژه خودم رو میبینم. این قسمت رو 0.20 سانت براش در نظر میگیریم. این وارد این قسمت میشیم. اینجا به نظر من میتونه این شکلی هم باشه. ببینیم دوباره ادیت اکستروژن میایم همچین حالتی براش در نظر میگیریم. دوباره اکستروژن رو میزنیم و اینجا میایم یه همچین اکستروژن دیگه ای رو برای پروژه خودمون ادیت اکستروژن رو میزنیم. تیردی ویو نگاه میکنیم پروژه خودمون رو. این رو هم از این قسمت برای پروژه خودمون در نظر میگیریم. وارد سه بعدی میشیم، ببینیم ضخامتی که براش در نظر میگیریم 0.40 سانتی رو براش کافیه و زیاد بیش از این رو اجازه بدید 0.15 تغییر بدیم و این رو به 30 برای پروژه خودمون میاییم و این قسمت این رو تا اینجا ادامه میدیم. دوباره میتونیم کرییت رو انتخابش بکنیم و اینجا یک جام پناهی رو هم برای پروژه خودمون به این شکل در نظر بگیریم. به فرض تا این قسمت این رو میبریم توتر و اینجا یک انگار جام پناهی رو برای پروژه خودمون اومدیم و ایجاد کردیم. از قسمت تیردی ویو هم دارم پروژه خودم رو به صورت کامل آنالیز میکنم و میبینم که به چه شکلی هستش. وارد قسمت تیردی های خودم میشم، یعنی تیردی ویو خودم میشم. این رو اینجا انتخابش میکنیم، کپی، این رو در این حد نگه میدارم به این شکل. ادیت اکستروژنش رو اینجا پاک میکنم. اینم از اینجا تا این قسمت. این رو برای این قسمت دوباره در نظر میگیریم. دوباره وارد قسمت تیردی ویو های خودمون میشیم. این هم از این قسمت دوباره اومد. حالا دوباره وارد اینجا میشیم. این رو انتخابش میکنیم. این قسمت با این قسمت میتونه انتخاب بشه. کپی میشه از این قسمت برای این قسمت پروژه خودمون. البته این رو انتخابش میکنیم. آره اوکی شد. دوباره میتونیم این رو بیاریم بالاتر یک کمی. این هم میتونه از اینجا کپی بشه و برای این قسمت درسته گفتم بهتون پنجره ها رو من به صورت کامل محاسبهش رو نکردم، ولی شما باید پنجره هاش رو حتما متناسب با اون در نظر بگیرید. این رو هم میارم تا اینجا، این رو هم تا این قسمت. دوباره وارد تیردی ویو های خودمون میشیم. این رو میتونم تا این قسمت. اوکی. دوباره وارد قسمت اینجا میشیم. این رو انتخابش میکنم، کپی برای از این قسمت میتونم برای این قسمت در نظر میگیرم. این هم از این. دوباره وارد قسمت تیردی ویو های خودمون میشیم. میبینید اومدیم و این قسمت هاش رو با همدیگه مدل سازیش رو انجام میدیم. حالا وارد قسمت سه بعدی کار خودمون میشیم. از نمای روبرو پروژه خودم رو میبینیم. میذارم رو حالت هیدن لاین. این قسمت رو میارم بالاتر.
اینجا این خطوط رو سعی میکنم تو یک راستا قرار بگیرن. این قرارگیری خطوط تو یک راستا باعث زیباتر شدن نمای شما از نظر بصری میشه. حالا دوباره این پنجره خودم رو مرتب میکنم، این رو تا این قسمت در میارم. من برای بار چندم دارم میگم من پنجره ها رو و اصول به صورت کامل رعایت نکردیم، یعنی عکابه هاشون رو باید رعایت میکردیم، سعی میکردیم به پروژه خودمون نظم میدادیم. همه اینها رو ببینید الان میایم اینجا و رعایت میکنم برای پروژه خودمون. خب این از این اینجا به صورت کامل رعایت شد. این رو هدایتش میکنیم این ورتر، این رو هدایتش میکنیم این ورتر، هدایتش میکنیم این ورتر، اینجا هم هدایتش میکنیم این اوکی هستش. فعلا از 3D ویو خودمون پروژه خودمون رو دوباره بررسی میکنیم ببینیم به چه شکلی هستش. از نمای وارد قسمت سه‌بعدی میشم، از نمای فرانت سعی میکنیم این قسمت ها رو یکی تر در نظر بگیرم، یا اگر باز میخوام در نظر بگیرم به این شکل باشه. یعنی به صورت کاملا اندازه هاشون یکی طور در نظر بگیریم که خوب تر دیده بشن. 3D ویو رو بررسی میکنم ببینید این قسمت ها میتونه کار من رو بهتر و زیباتر نشون بده. حالا وارد قسمت 3D ویوی خودم میشم، میذارم رو حالت شیدید، میام یه دونم و صفحه کاری رو میذارم این قسمت، یه اکستروژنی رو برای اینجا تحت عنوان میشه گفت در نظر میگیرم. اوکی، عمقش رو کمتر، این هم از این، دوباره یه دونم برای این قسمت در نظر میگیرم و البته اجازه بدید این قسمت نماهام رو میام و اینها رو یک create new material میذارم. از قسمت Appearance Library میام و یک اجازه بدید یه آجر به فرض 1:1 رو برای این منطقه انتخابش میکنم. این قسمت ها رو هم انتخاب میکنم برای پروژه خودم و یک متریال میشه گفت از قسمت متال ها یک متریال مشکی تر، یک فلزی رو که میشه گفت روفنس یا درخش کمتری داره برای پروژه خودم در نظر میگیرم. اوکی، وارد قسمت 3D ویو های خودمون میشیم دوباره و این هم تا اینجا. این چوب های خودمون اجازه بدید به جای اینکه چوب باشن بیایم و یک فلز مشکی تری رو استفاده بکنیم. همین این دیفالت متریال بنظرم سیاه رنگ، آها من اینو دوست دارم، میخوام این رو برای کار خودم استفاده بکنم. حتی میتونیم بیایم اینجا اوکی رو که زدیم برای این پینتش رو میزنم، سلیقه‌ای هستش دیگه، من این رو دوست دارم و میخوام برای این قسمت از پروژه‌مون این رو در نظر بگیرم. این قسمت ها رو سیاه در نظر میگیرم. فعلا انتخاب میکنیم ببینیم چه شکلی دیده میشه، بعد دوباره میتونیم اصلاحشون بکنیم. باز فعلا شاید بگید که آقای مهندس چرا دارید همچین کاری رو انجام میدید، فعلا داریم اصلاحشون میکنیم ببینیم به چه شکلی. ببینید یک مدل سازی همچین شکلی رو تو کار خودمون داریم.
دوباره انتخابش میکنم. این رو هم فعلا این قسمت رو هم میخوام سیاه بکنم. این هم از این قسمت به صورت کامل این قسمت ها سیاه شد. اوکی میکنم. وارد این قسمت از متریال های خودمون میشیم و اینجا میام و یک کاری رو که میخوام انجام بدم، چرا یادم رفت، میخواستم بیام و این قسمت ها رو هم سیاه بکنم. دوباره اوکی. حالا میام اینجا این رو ادامه میدم یک کمی به سمت بالاتر. اینجا این قسمت رو ادامه میدم به سمت بالاتر. حالا دیگه میخوام با خطوطم کار بکنم. خب بعدش دوباره میتونیم بیایم سه بعدی کار خودمون کرییت رو بزنیم، صفحه کاری رو انتخاب بکنیم. اجازه بدید ببینیم ضبط رو داریم یا نه. بله خدا رو شکر ضبطمون هستش. بیام صفحه کاری خودم رو بذارم روی این قسمت، اکستروژن رو براش در نظر میگیرم همچین شکلی، انگار دیوای رو نمای فرانت. انتخابش میکنم، کپی از این قسمت برمیداریم برای میاریم اینجا، انتخابش میکنیم، هدایتش میکنم به این سمت. وارد قسمت تیر ویو های خودمون میشیم. اینجا هم جام پناهش ساخته شد. یه دونه میایم اینجا این رو دوباره انتخابش میکنیم، انتخاب برای این قسمت. اینجا انتخاب برای این قسمت. میتونیم یکم بیایم این شکلی تر، یکم عمق اینا رو بیشتر بکنیم. اجازه بدید ببینیم تو تیر ویو چه شکلی تر دیده میشه. یکمی هم عمق اینو بیشتر بکنیم، یک کوچولو هم عمق اینو بیشتر بکنیم. دوباره وارد قسمت تیریدی میشیم، کرییت، و صفحه کاری خودمون رو انتخابش میکنیم، میذاریم جلوی کار خودمون void extrusion. این شکلی تر. اوکی. حالا از نمای لفت نگاه میکنیم و این void رو هم تو این قسمت برای کار خودمون نگه میداریم. 3D خودمون رو بررسی میکنیم، ببینید یکی void رو تو کار خودمون نسبت دادیم. حالا انتخابش میکنیم این void رو، کپی از قسمت بالا برای یه دونه این قسمت در نظر میگیریم، برای یه دونه این قسمت در نظر میگیریم و میایم void خودمون رو نسبت به حجم اصلی خودمون کات میکنیم. دوباره وارد قسمت تیر ویوی خودمون میشیم. این قسمت رو تا اینجا میاریم. میخوام نمای من زیادتر هم دیده بشه. اینجا رو هم این شکلی تر، میتونه کوچیکتر بشه. اینجا هم میتونه یکم کوچیکتر بشه. اینجا میتونه کوچیکتر بشه که اون حجم سفید، یعنی میشه گفت حجم روشنی نمای خودم میخوام یک کمی هم زیادتر بشه تا منطقی تر بشه نما رو دید. این رو هدایتش میکنم به این سمت. اینجا هم نما اوکی هستش. عنصر بعدی که دوباره میتونیم، من دیگه قسمت پایین رو کار ندارم، میتونیم برای این قسمت ها که خالی هستش یک سری عناصر دیگه ای رو هم نسبت بدیم. دوباره از آجر بیایم شکل های میشه گفت این قسمت ها یه شبکه ای رو ایجاد بکنیم. من میام این قسمت کرییت رو در نظر میگیرم، میام اینجا میخوام یک آجر چینی، یک آجر رو به فرض ابعاد اندازش رو مدل میکنم. مثلا یه آجر
همچین شکل چیزی رو مدل سازی میکنم. خب بعد از اینکه این رو مدل سازیش رو انجام دادیم میایم و ازش کپی میگیرم، انتخابش میکنم، کپی از این قسمت برای این قسمت، این قسمت، این قسمت. اینجا خوبه فعلا. یک کوچولو هم اینجا عمقشون رو اصلاح میکنم. حالا یه دونه هم ازش کپی میگیرم برای اینجا، این رو پاک میکنم برای وسط کار خودم. دوباره انتخابش میکنم، این رو هدایتش میکنم به این قسمت. اینها رو پاک میکنم و ادامه که شد از اینجا کپی میکنم برای این قسمت و این قسمت. حالا این رو انتخابش میکنم، کپی از اینجا برای این قسمت، این قسمت. دوباره میام اینجا، از اینجا کپی میکنم، هدایتش میکنم به سمت بالا. این رو پاک میکنم، پاک، این رو پاک، این پاک، این پاک. از قسمت تیرد ویو کار خودم رو بررسی میکنم. خب حالا آجرها موقعیتشون خوب نیستش، آجرها باید انتخاب بشن. یک موقعیتی قرار میگیم که همه آجرهامون انتخاب بشن. بعد از اینکه انتخاب شدن میایم از قسمت بالا و این رو هدایتش میکنیم این سمتی تر، یعنی به سمت داخل. این پاک میکنیم و این شکلی تر. آجرهامون بزرگ هستش که ما میتونستیم آجرهامون رو کوچیک‌تر در نظر بگیریم. بعدش که این رو براش در نظر گرفتیم حالا میتونیم بیایم این رو انتخابش بکنیم برای این قسمت از پروژه خودمون، برای این قسمت از پروژه خودمون. دوباره انتخابشون میکنیم، اینها رو پاک میکنیم، یه دونه برای اینجا قرارش میدیم، کپیش میکنیم، برای این قسمت قرار میدیم. خب و اضافات پروژه هم میتونه پاک بشه این شکلی تر. وارد قسمت تیرد ویو خودمون میشیم. میبینید که گفتم آجرها و مشبک چینی آجرهامون رو میتونستیم یکم کوچیک‌تر یا ابعاد و طرح‌های مختلفی در نظر بگیریم. حالا من میتونستم بیام اینجا به فرض متریال اینها رو یه دونش رو که بسازیم، یعنی یکی از متریالاش رو درست انتخاب بکنیم، ما بقیه رو کپی بکنیم. بیام اینجا create، یک متریال رنگ به فرض آجری رو بهش نسبت بدم. وای دستم خورد، لغو شد. اوکی، دوباره از اول appearance. که به فرض دیگه من اینا رو دارم براتون انتخابش میکنم. اوکی و بعد وارد تیرد ویو خودمون میشیم. متریالش البته متریال بدی شد، من باید دوباره بسازم براش. یک میشه گفت دوپلیکیتی ازش میگیرم، میام اپریانس اینجا
میبینید که اینجوری میشه. باید یکیش رو انتخاب بکنید، بیاید متریال، یه create new متریالی بزنید، یه متریال جدید. حالا این فکر میکنم درست بشه. ببینید حالا درست شد. حالا میتونیم تمام متریال رو به این شکل انتخاب کنیم. من دیگه متریال ها رو نمیدم چون میخوام یه کمی ببینم به چه شکلی میشه اوضاع. خب دیدید که اومدیم این قسمت رو با هم دیگه مدل سازیش کردیم. بریم وارد قسمت 3D های خودمون بشیم. دوباره میتونستیم بیایم اینجا create رو در نظر بگیریم، اینجا یک صفحه کاری رو برای این بغل در نظر بگیریم، این قسمت های این شکلیش یعنی فلزش رو هم کار بکنیم اینجوری و دوباره از این قسمت یک کمی هم میتونه به سمت بیرون زدگی داشته باشه، اینجا میتونه بیرون زدگی داشته باشه و اینم از ابتدا و اینم از ابتدا. متریال هاشون رو انتخاب بکنیم و متریال میشه گفت یک متریال سیاهی رو بهش، یه فلز دیگه ای رو بهشون نسبت بدیم، پرنس لایبرری، و از قسمت متال ها یک متریالی رو بهشون نسبت میدیم. حالا ببینید دیتیل چقدر باعث میشه که کار ما جذاب‌تر بشه. ببینید دیتیل رو برای کار خودمون اضافه کردیم. میتونستیم بیایم و برای تک تک این قسمت ها این دیتیل ها رو انتخابش بکنیم، یا برای این قسمت ها دوباره بیایم یک سری میشه گفت مدل های متنوع دیگه‌ای رو برای کار خودمون نسبت بدیم و یک نمای به خصوص و مدرنی رو که همراه آجر هست رو برای کار خودمون شکل بدیم. تا این قسمت فعلا اوکی هستش دیگه. من چیز خاصی رو نمیخوام اضافه بکنم. تو این ورکشاپ دیدید که اومدیم و به همچین رندری میشه گفت ببخشید به همچین مدل سازی دست پیدا کردیم. یک نمای خیلی خیلی راحت بود، اصلا نمای سختی نبود. مثلا اگه بگم که سختی این نما از 100 چقدره، 10 20 خیلی کمتر میشه گفت. شما میتونید میلیون ها نمای همچین شکلی، نمای متفاوتی رو مدل سازی بکنید. میبینید در عرض کمتر از 40 دقیقه آموزشی ما، دیدید من دارم آموزش میدم که اینا یکم داره طولانی تر میشه. در عرض کمتر از 40 دقیقه شما میتونید به انواع نماهای مدرن و سنتی با طراحی خوب، با اصول خوب دست پیدا بکنید. فقط کافیه که نرم افزار رویت رو به صورت اصولی یاد بگیرید. نرم افزار رویت رو سعی کنید که جدی بگیرید. نرم افزاری هستش که تحت سیستم BIM هستش، یعنی تحت سیستم بیلدینگ اینفورمیشن مدل هستش، مدل سازی بر اساس اطلاعات ساختمانی. جلوی نرم افزار گارد نگید که من مثلا مکس رو بلدم فلان و بهمان. خود شرکت و خود کمپانی اتودسک سازنده 3 تا محصول مکس و رویت و اتوکد هستش بچه‌ها. خود کمپانی، خود شرکت سازنده اومده از نرم افزار رویت برای ساختمان سازی اسم برده. یعنی یه شرکتی که یه محصولی رو داره ارائه میده خودش میگه برای این محصول من قراره که شما چجوری استفاده بکنید. ما هستیم که اومدیم از یک نرم افزار انیمیشن سازی داریم، از نرم افزار مکس که جلوه های ویژه انیمیشن سازی، یک نرم افزار مهندسی نیست، داریم استفاده میکنیم. رشته ما و فن ما فقط هنر نیست. ما گرافیست نیستیم، ما گرافیست آرتیست نیستیم، ما مهندس معمار هستیم. ما خانم مهندس، آقای مهندس هستیم که در کنار علم هنرشناسی، در کنار زیبایی شناسی باید به قوانین هم مسلط باشیم، به دیتیل ها هم مسلط باشیم. و نرم افزاری که این دوتا رو میتونه کنار هم داشته باشه، یعنی دیتیل ها و میشه گفت که هنر رو کنار هم داشته باشه، نرم افزار رویت هستش. شما تو نرم افزار رویت هر چیزی رو که دلتون میخواد میتونید مدل سازی بکنید، از سازهای چادری گرفته، از ورزشگاه های پیچیده تر گرفته، کل میشه گفت هر چیز، هر فرمی رو که بخواید به راحتی میتونید تو نرم افزار رویت مدل سازی بکنید. فرم های مهندسی تر و فرم های حتی زاها حدیدی شکل. پس ازتون خواهش میکنم که نرم افزار رویت رو جدی بگیرید. الان یه سرچ کوتاه بکنید بعد از این ورکشاپ من، برید شرکت های اروپایی، شرکت هایی که دارن حرفی برای گفتن دارن، یعنی شرکت ها دارن کار میکنن، نرم افزار رویت جزء 5 نرم افزار اصلیشون به حساب میاد و اونا دارن با نرم افزار رویت کار میکنن. یک نکته ای رو هم که داخل پارانتز میخوام براتون بگم اینه که بچه‌ها الان عصر تخصص هستش، نه اینکه یک نفر همه فن حریف باشه، نه یک کسی که هم رویت بلد باشه، هم مکس بلد باشه، هم
اسکچاپ بلد باشه دیگه. این دوران گذشت. اون دوران مال دهه 88 تا میشه گفت 94 95 بود. الان عصر تخصص هست که شما بتونید تو یک نرم افزار مدل سازی، تو یک نرم افزار رندرینگ، تو یک نرم افزار پست پروداکشن تسلط کافی داشته باشید. هر چیزی رو که بهتون میدن بتونید مدل سازی بکنید. هر چیزی رو که بهتون میدن بتونید نقشه های اجراییش رو دریافت بکنید، دیتیل های اجرایی رو دریافت بکنید و اینجوری مطمئن باشید اگر بتونید رزومه خودتون رو خوب بسازید، خوب بتونید مدل سازی هایی رو تو نرم افزار روید یاد بگیرید، واقعا اکسپت های عالی، واقعا پروژه های خیلی عالی رو از کشورهای دیگه میتونید به راحتی توسط سایت های فریلنسری یا کار کردن تو همین اینستاگرام و فلان و بهمان میتونید به دست بیارید. خواهش میکنم حرف من رو جدی بگیرید. اصلا من نمیگم بیایید با من آموزش ببینید. من هدفم از این ورکشاپ های رایگان، من اگر نمیخواستم این حرفا رو بزنم یا اگر میخواستم اینها رو تو دورهای خودم میگفتم که دارم میگم و خیلی مفصل تر از اینها رو، ولی من اومدم تو این ورکشاپ رایگانه میگم اگرم حتی نمیخواید از اصول آموزشی من شاید خوشتون نیاد، از روند آموزشی من خوشتون نیاد، اگر دنبال نرم افزار روید هستید سعی کنید یک آموزش جذابی رو ببینید، یک آموزش کاربردی رو ببینید و بتونید که رفته رفته کمتر از 6 ماه 1 سال روند آموزشی خودتون رو تکمیلتر و خیلی بهتر بکنید. امیدوارم که همیشه موفق باشید، تمرین و تکرار بکنید. بازم هر مشکلی بود، هر جاییش رو متوجه نشدید، تو پیوی، تو اینستاگرام، تو دایرکت، هر جایی که نیاز بود از من بپرسید، حتما راهنماییتون میکنم. خودتون میدونید هدف آموزشی من اوایل و همین الان که دارم میرم هزینه نیستش و میبینید که دارم یک سری ورکشاپ هایی رو که میتونیم تو دورهای خودمون بذاریم به صورت پولی ارائه بدیم، دارم به صورت رایگان براتون ارائه میدم که استفاده بکنید، آگاه بشید. من دارم رسالت خودم رو که تو این من میشه گفت هیته آموزشی هستم به درستی انجام میدم. امیدوارم که شما هم مسیر آموزشی خودتون رو به درستی انجام بدید. هر جایی سوالی بود، مشکلی بود، بنده باز هم در خدمتم. امیدوارم که موفق باشید در پناه حق.